دوستان، در ادامه برنامه پی نتورک روی سه نقطه میزنیم. اینجا وارد این صفحه میشیم. اینا 11 پی ای تایید نشده مال لینک های زیر مجموعه. ای که خودمون استخراج کردیم 25 پی تایید شده است. اینجا روی منت چکلیست که بزنیم باز میشه. اینجا این تیک سبز خورده، اینه که پی بروسر ما نصب الان توی گوشیمون، چون نصب شده تیک سبز خورده. اینجا کریت پی ولته که باید کیف بسازیم. بعد که کیف ساختیم باید 24 تا عبارت به ما میده. دوباره باید واردش کنی که تاییدیه باید بگیری. یعنی اینجا که نوشته نو کانفرمد یعنی تایید هنوز نشده. حالا ما بریم روی پی بروسر ساخت کیف پول نشون بدیم. کیف پول ما قبلا پی بروسر ما نصب شده. برمیگردیم روی خود دست پی نتورک میزنیم، روی کریت پین ولت میزنیم تا وارد بشیم. اینجا کیف پول ما قبلا ساختیم. این برای حساب قبلی بود که ما پی نتورک حساب داشتیم که الان گم شده. منم رمزش فراموش کردم. 24 عبارتی که داشت هم یه جای یادداشت کردم، فعلا یادم رفته، سراغش نمیرم. ولی اگر کسی اخیراً کیف پول ایجاد کرده اید، بله ما قبلا درست کردیم ولی یادم رفته، دوباره میخوام درست کنم. اگر قبلا کیف پول درست کردید و پیهاتون KYC انجام داده بودید و انتقال داده بود، داخل کیف بود، وقتی رمز گم کنید دیگه او کیف پول کلا اون دارایی از دست میره، دیگه برگشت نیست، غیر از این که اون رمز و اون 24 حرف عبارت بیاری. حالا که ما که تو کیف پول نداشتیم، انتقال هنوز ندادیم، ولی ما میتونیم دوباره کیف پول درست کنیم. اینجا روی کریت نیو ولت میزنیم تا کیف پول جدید بسازیم. اینجا ما روی کریت ولت زدیم، کیف پول جدید درست شد. 24 عبارته. من روشونو پوشیدم که معلوم نباشه، البته تستیه، بازم معلوم نباشه بهتره چون ممکنه لازم من باشه. اینجا ما باید این 24 عبارت جایی یادداشت کنیم و یه پسوردی هم براش درست کنیم و جایی ذخیره کنیم برای بعدن، که بعدن که بخوایم وارد بشیم باید این 24 حرف کلمه را بزنیم و کپی پسورد رمز اونو وارد کنیم تا کیف پول باز بشه. اینجا من از اثر انگشت استفاده میکنم. اون قبلی که 24 کلمه یا عبارت با اثر انگشت من بعدن 24 کلمه را وارد کنم، اثر انگشت ما بزنم یا پسورد ما به کیف پول وارد میشم. او عبارت اختصاصی یعنی کلید مخصوص خودمه، هیچ کس نباید ببینش. ولی این که توی صفحه میبینید کیف پول عمومی منه، یعنی من بخوام پی دریافت کنم باید این کلید عمومی به بقیه بدم تا برام ارسال کنن. ولی او 24 کلمه و رمزی که داریم قبلا این نشون دادم، او باید یه جای یادداشت کنی، فقط خودت داشته باشی، به کسی ندی. اگر کسی پیدا کرد میتونه پیای شما را بدزدد. اینجا یه چیزی هم داریم، اینجا قابل جستجو از طریق نام کاربری. وقتی شما نام کاربری داشته باشید و کلید عمومی یا کلید خصوصی،
و رمزتون میتونید توی کلید توی کیف پولتون وارد بشید. اینجا همیشه اصلا بزنید غیر قابل جستجو از نام کاربری. ما بقیهش ادامه میدیم. حالا ما 100 تا پی ما داریم تو کیف پولمون. این 100 تا پی رو ما خودمون استخراج نکردیم. وقتی کیف پول درست میشه اینه برای تست آزمایشی که کیف پول آشنا بشی با کیف پول. مثلا این 100 تا رو میتونی انتقال بدی به یکی از دوستات که توی گروه هست که کلیدش به تو بده، توی 100 تا رو ارسال کنی براش. یعنی این 100 تا رو توی کیف پول قرار دادن برای نوع آزمایشی آشنا شدن با کیف پول. شما وقتی که کیف پول تو درست کردی، اینجا هم تیکش سبز میشه، یعنی تیک 2 سبز میشه. باز میام اینجا که کانفرم یور پی ولت، یعنی 24 عبارت یا کلمه را وارد میکنیم. اگر درست وارد کردیم تاییدیه را میگیریم. الان ما کلیک میکنیم روی کانفرم یور پی ولت تا 24 کلمه را وارد کنیم. وقتی که 24 کلمه را اینجا وارد کردیم، کانفرم یور ولت را زدیم، یعنی 24 کلمه را درست زدیم، صحیح بودن اشتباه نبودن، قبول میکنه که ما کیف پول صحیحه. اینجا بازم تیکش سبز میشه. بعد از او که کیف پول تایید شد، دوباره روی کامی تو لاکاپ کانفرشن، یعنی که باید ببینی چقدر میخوایی تو از این پیهات قفل کنی. روش میزنی تا باز بشه. اینجا ببین چقدر شما، مثلا من 36 تا پی الان دارم، 36 تا. این 36 تا که اینجا هست، این خیلی کمه، من تازه درست کردم. اینجا میگه 25 درصدش میخوای قفل کنی، 50 درصدش، 90 درصدش، برای 2 سال، برای 6 ماه، برای 1 سال، برای 3 ماه. مثلا تو نصفشه 50 درصدش هم فرض کنیم. این 50 درصد برای 6 ماه، اینه میتونی مثلا تو قفل کنی برای 6 ماه. تا 6 ماه دیگه اگر مثلا تو KYC کرده باشی بخوای این 50 درصد بفروشی، تا 6 ماه موعدش تموم نمیشه نمیتونی بفروشی. اینه برنامه‌اش. وقتی 50 درصد شما قبول کردی برای 6 ماه، هر چقدر قبول کردی روی کامیت میزنی تا ارسال میشه، میره قفل میشه دیگه، نمیتونی تا 6 ماه تموم بشه. یه سال قبول کردی هم تا 1 سال تموم بشه نمیشه دیگه، نمیشه برداشت. بعد از این 4 مرحله میرسیم به KYC. باید پیام KYC برای تو بیاد. وقتی روی همین دکمه بزنی که نوشته وایت فورم، منتظر نتیجه KYC باشید. وقتی اومده باشه شما باید KYC رو انجام بدی. فعلا خداحافظ.